سلام و خوش اومدید به دیاندی فارسی. توی این ویدیو ما به این سوال جواب میدیم که ترکیب یک گرگینه و خوناشام چه خواهد شد. سوالی که متاسفانه به ذهن افرادی که نباید رسید. بلاد هانترهای مجمع دامسورد به این سوال پاسخ دادن. اونها تصمیم گرفتن تا گرگینه ها رو به سگهای شکاری خودشون تبدیل کنن. سربازای بیچون و چرا سپر حیوانی. توی این ویدیو من از یکی از شهروندهای والاکیا میخوام تا داستانی رو هم برامون تعریف کنه. الیاس: البته چرا که نه. بلاد هانترها تصمیم گرفتن تا مراسم هانترز بین رو روی گرگینه ها پیاده کنن. مراسمی که دی ان ای یک موجود رو تغییر میده تا قدرت استفاده از جادوی خون رو بهش بده تا به هیولایی تبدیلش کنه که در مقابل هیولاها میجنگه. کاری که همه بلاد هانترها برای خودشون انجام میدن، ولی انجام دادن این آزمایش روی یک گرگینه کار اشتباهی بود. من قرار بود که یه بار آبجو از سمت تارگویشته به والاکیا بیارم. جاده رو بررسی کرده بودم. میدونم که خطرناکن و ممکنه که توی راه توسط گرگینا بهم حمله بشه. چیزی تا ماه کامل باقی نمونده بود، پس خودم آماده کرده بودم. هر چیزی که باید راجبشون میدونسته باشم و میدونستم و حتی 2 بادیگارد هم استخدام کردم. براشون سلاحهای نقره خریدم. ظاهرا که آماده بودیم، ولی بعد از 1 ساعت و دور شدن کامل از شهر صدای زوزه رو شنیدیم. آزمایش بلاد هانترها موجودی از خشم، نفرت و گرسنگی رو به دنیا آورد. نه فقط یک گرگینه ساده، گرگینه‌ای که بی‌نهایت گرسنه است و دسترسی به جادویی داره که در کل امپراتوری منع شده، جادوی خون. وقتی که این موجودات گرسنگی رو تجربه میکنن که زیاد هم اتفاق میفته، درد زیادی رو در ناحیه دست و صورت حس میکنن. خونی که در رگهاشون وزن بیشتری میگیره و با سرعت بالاتری حرکت میکنه. باعث میشه که ناخونهاشون به شکل غیر قابل باوری بلند بشه. استخونشون در لحظه رشد کنه و باعث بشه که پوست دور انگشتانشون از بین بره و با خون خیس بشه. صدای زوزه اونقدر بلند بود که یه لحظه به خودم شک کردم. با اینکه ما کاملا آماده بودیم، ولی بازم شک کردم. شکم به جا بود. یه چیزی محکم به کابین خورد. بادیگارد اول بود. از وسط نصف شده بود. بادیگارد دومی پا به فرار گذاشت، ولی اون هیولا دنبالش رفت توی تاریکی. من ترسیده بودم. فکر میکردم که دیگه همه چی تموم شده. خودم پشت رول نشستم و با آخرین سرعت از اونجا دور شدم. طوری اسبا رو میتازیدم انگار که دارم از جهنم فرار میکنم. ولی یه چیزی بزرگ و سیاه با 2 چشم قرمز درخشان با سرعتی باور نکردنی کنار من دوید و با یه ضربه گردن اسبا رو برید. گرس که چپ کرد. من روی زمین افتادم. غیبت کامل نکرش دیدم. به خاطر آزمایشات هانترز بین، وقتی که این موجودات آماده شکار میشن، تا حدی قدرت کنترل جادوی خون رو به دست میارن و ازش استفاده میکنن تا ذهن حریفشون رو کنترل و به سمت خودشون بیارن. ضرباتشون رو قوی تر بکنن، سرعتشون رو بالا ببرن و کاری کنن که حتی در صورت فرار از پنجه هاشون به دلیل خون ریزی خواهید مرد. این موجودات درد بسیار زیادی رو تجربه میکنن و تنها چیزی که دردشون رو تسکین میده خوردن خون هست. تا زمانی که خون کافی به اونها برسه، فرقی با یک گرگینه عادی ندارن. اما وقتی که خون بهشون نرسه، پنجه هاشون به اندازه یک چاقوی بزرگ دراز میشن و چشمهاشون طوری به رنگ قرمز میدرخشن که انگار نفرت جهنم رو در خودشون دارن. من از خشکم زده بود. اون موجود پنجهاشو بالا برد. از انگشتاش خون میچکید. ناخوناش طوری بلند بود که انگار لعنتی انگار به انگشتاش خنجر وصل کرده بود. وقتی که دستش رو بالا برد گفتم که دیگه کارم تمومه. نمیدونم اون لحظه داشتم به چی فکر میکردم، ولی ثانیه بعد اون موجود اونجا نبود. نمیدونم چی شد. نمیدونم کجا رفت یا چه معجزه‌ای باعث شد که زنده بمونم.
تنها چیزی که میدونم اینه که الان زندم و دیگه هیچ وقت به اون جاده لعنتی نمیرم. پرونده هایی که حمله این موجود درشون ثبت شده گهگاهی از چیزی عجیب میگن. بعد از اینکه گرگین تمامی قربانیان رو کشته، یک نفر رو زنده گذاشته و محل رو ترک کرده. ما هنوز دلیل این کارشون رو نمیدونیم، ولی میشه نتیجه گیری کرد. اگه یک دگرکلا رو دیدید فرار نکنید، دعا کنید و هر خدایی که باورش دارید. ازتون میخوام تا این ویدیو رو لایک کنید، برامون یه کامنت بذارید تا دل الیاس پیر شاد بشه و با سابسکرایب کردن میتونین از نزدیک شدن هر دگرکلایی به خودتون جلوگیری کنید. تا یک ویدیوی دیگه، خداحافظ.